سلام، به جلسه سوم دوره کنوا خیلی خوش اومدین. توی این جلسه میخوایم با سایزهای طراحی آشنا بشیم. سایزها در واقع کاری هستش و در واقع تعیین اینکه ما چه سایزی داشته باشیم همه مواردی هست که قبل از طراحی باید بهش دقت کنیم. هر پلتفرمی که امروزه ما باهاش کار میکنیم سایز متفاوتی رو میپذیره. بر فرض مثال اگر شما قراره برای این اینستاگرامتون یک پست تهیه کنید، باید حتما سایز این پست رو بدونید. اگر قراره برای این اینستاگرامتون استوری تهیه کنید یا اگر قراره برای لینکدینتون یا سایر پلتفرم ها هر طراحی رو انجام بدید، باید از قبل با سایزها آشنا باشید. برای اینکه شما بدونید هر پلتفرمی چه سایزی رو نیاز داره، کافیه داخل سرچ گوگل اون رو در واقع سرچ کنید. مثلا من اگر بخوام بفهمم که اینستاگرام پست، میخوام یک پست مربعی بذارم، یه پست مربعی، اینستاگرام پست اسکوئر سایز رو میزنم. به من میگه که اگر تو بخوای یک پست مربعی بذاری، سایزش 1080 پیکسل در 1080. حالا اگر من بخوام پست مستطیلی بذارم، پورتریت، کسی که ازش بزنید خودش گوگل کامل میاره بالا. میگه اگر شما بخوای پورتریت بزنی، یعنی به صورت مستطیلی بزنی، باز 1080 در 1350 پیکسل هستش. پس میتونید سایزها رو اینجا سرچ کنید و هر سایزی که نیاز دارید رو در واقع اینجا متوجه بشید تا بعداً توی طراحی کنوا از این سایزها استفاده کنید. اما خبر خوب اینه که توی خود کنوا اگر شما سراغ الگوها برید و اگر بخواید یک پستی درست کنید، استوری درست کنید، یا میخواید پستی یا استوری رو واسه لینکدین درست کنید، یا واسه یوتیوبت میخواید پست بذاری یا ویدیو درست کنید، خودش در واقع در الگوهاش سایز پیشفرض رو برای شما باز میکنه. بر فرض مثال من اگر بخوام اینستاگرام پست رو بزنم، یک منو برام باز میکنه و اینجا خودش در واقع سایزش رو تعیین میکنه. اینجا در واقع پست هایی رو برام باز میکنه که 1080 در 1080 هستن، که در واقع یک پست مربعی رو به من میده. اگر من بخوام این اینستاگرام مثلا بخوام به جای پست استوری تولید کنم، استوری درست کنم، باز اگر اینو بزنم توی اون قسمت اینستاگرام استوری، هر استوری که برای من باز میکنه در واقع همون سایزی هستش که این اینستاگرام میپذیره. حالا فرضاً اگر من بخوام این استوری رو برای یوتیوب تولید کنم، من یوتیوب رو میزنم، اینجا استوری ها و در واقع اون الگوهایی رو که برام باز میکنه همه مربوط میشن در واقع به یوتیوب، یعنی چیزی رو برام باز میکنه که مناسب یوتیوب باشه. خب طراحی چه اهمیتی داره؟ شما در طراحیاتون اگر بر فرض مثال یک پوستر طراحی کنید یا یک پستی رو طراحی کنید، یک استوری طراحی کنید و اگر در واقع سایز مناسب رو رعایت نکنید و اون رو مثلا توی پلتفرم یوتیوب بذارید، توی پلتفرم اینستاگرام بذارید، توی پلتفرم لینکدین بذارید، اگر این پست رو خوب طراحی نکنید و سایزش رو درست انتخاب نکنید، ممکنه وقتی که این رو بارگذاری میکنید یک قسمتی از محتوا رو از دست بدید. پس اینکه ما چه پستی رو بخوایم انتخاب کنیم، در واقع باید حتما به این نکته دقت کنیم که سایزش مناسب با سایز اون پلتفرم باشه. و خوبی کنوا اینه که به صورت پیش‌فرض خودش سایزها رو تعیین میکنه. اگر هم بر فرض مثال شما خواستید در واقع چیز دیگه طراحی کنید که سایزش رو نمیدونستید، فقط کافیه در واقع بیاید اون رو توی گوگل سرچ کنید و به سایز مناسب برسید. خب بعد از اینکه شما سایز مناسب رو انتخاب کردید، طراحیتون رو آغاز میکنید. در آخر به عنوان نکته پایانی، همیشه باید سایز پست ها، این در واقع استوری ها، سایز در واقع پوستر، بنر، تمام این سایزها به صورت پیش‌فرض باید ملکه ذهنتون باشه و اگر هم یک موقع اونها رو فراموش کردید، میتونید از داخل گوگل اونها رو سرچ کنید. مهم اینه که شما بدونید که برای هر طراحی در هر پلتفرم شما نیاز به چه سایزی دارید. در ادامه با ما همراه باشید و جلسات بعدی ما رو در یوتیوب دنبال کنید.